توی این دور زمونه که آتیش گرفته خونه، بعضیا هیزم میارن وقتی سرها روی دارن، جوونا زیر فشارن، بعضیا سبزه سازش میکارن، بعضیا خونشو میدن، بعضیا جونشو میدن، بعضیا فقط تماشا میکنن. این همه ظلمی که رفت و قتل عام 67 یک سر هاشو میکنن. خوب بحثای سیاسی، فیگور دموکراسی، اما تو چارچوب نظام میگن از عصر طلایی، عصر امام کذایی، توف به اون روح امام. تو رگاشون ندارن نبض، خون سرخو میکنن سبز، اینجوری قاتل و راضی میکنن. 3 دهه جرم و جنایت، بعدشم گند خیانت، حالا من کار مازی میکنن. حرفات مفت، کفشات جفت، این بامون سبز از کجا شکفت؟ کی به تو لقب لیدری داد؟ برو کنار بذار باد بیاد. بعضیام هنوز تو لندن به دم ملاها بندن، روزه نفی خشونت میخونن که مبادا بشه تخته، دکوناشون آخه سخته، تو خماری بمونن. نوچه های پست باباک توی اون بنیاد نایاک، واسه جانی علابی میکنن. بعضی ها مثل اون یاروه تو سنا یا تو کنگره، را به را خرابی میکنن. حرفات مفت، کفشات جفت، این بامون سبز از کجا شکفت؟ کی به تو لقب لیدری داد؟ برو کنار بذار باد بیاد. اون یارو شیخ واشنگتن مثل مونوکسید کربن، دوست داره هوا رو مسموم بکنه، واسه جنبش بشه ترمز، بده هی پوز مثل یه بز تا شاید قیام آروم بکنه. اصلاحات از تو بلوتوس، اعتراضای نمحسوس، اینجوری تبلیغ ذلت میکنن. بالا خود سبزای ناپز، با لیدرشیپ های رنگ رز، از ولایت حفاظت میکنن. حرفات مفت، کفشات جفت، این بامون سبز از کجا شکفت؟ کی به تو لقب لیدری داد؟ برو کنار بذار باد بیاد. برو کنار دیگه آقا، یکی بدونه بعد رو جان آمده خدا روز جدی اول